مراد از کلمه امام در اینجا امام کبرا، نه امام صغرا. امام صغرا یعنی امام مسجد که به مردم در نماز امامتی میکند. معنای امام در لغت عرب پیشوا، آن شخصیتی که عملها را اجرا میکند و مردم با او اقتدا میکنند و پیروی میکنند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که انما جعل الامام لیؤتم به، امام گردانیده شد تا اینکه به او اقتدا کرده شد. فاذا کبر فکبروا، اگر الله اکبر که گفت پس شما الله اکبر گویید. یعنی وقتی که امام الله اکبر گفته حرف ری را تلفظ کرده می شود، پس آن حرف الف را باید مقتدی ها اقتدا کند. برابر امام وقتی که مقتدی نماز می گذارد، این علاقه امام و مقتدی نمی شود. و اگر از امام پیش گذرد، در این باره وعیدها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث های را گفتند و دعای بد هم کردند در حق آن آدمی که از امام پیش فعالیت میکند. این امامتی خردی هست. اما امامتی کبرا یعنی این امیر، شاه مسلمان ها، اینها امامتی کبرا هست. و اما جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که مراد امام بخاری در اینجا پیامبر علیه السلام هستند، امام مطلق هستند. یعنی واقعا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه سخن، کار، در همه کردار امام هستند، پیشوا هستند که همه وقت اطاعت کرده می شود و اقتدا کرده می شود. بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم امام تمام پیغمبرها و رسولها هستند.